برادری یاد کردن که برای همسر خود گفتن والله در میان ما نکاحی وجود نداره. سر خانم خود قرار شدن و خواستن که او کاری را انجام ندهد، پس برای تهدیدی از او که به او کار نزدیک نشود چنین قسم یاد کردن. اولا توصیه ما به این برادر و برادرای دیگری است که در امور طلاق نهایت محتاط باشند و همچنان در امور خانوادگی و نکاح. طلاق وسیله بازی زندگیشون قرار ندهند، نهایت محتاط بوده باشند. دوم، اگر چنین قسمی یاد کرده باشه، این طلاق صریح نیست ولی کنایه به طلاق است. اگر نیتشان طلاق نبوده باشه پس کفاره بدهد. اگر زن به او چیز نزدیک شد، چیزی که نمیخواست نزدیک شد و او کار انجام داد، پس در او صورت این کفاره یمینه به کفاره قسمه که 10 مسکین نان میدهد یا 10 مسکین لباس برشان آماده میکنه یا غلامی را آزاد میکنه که غلام وجود نداره در این وقت، و یا اینکه 3 روز روزه میگیرد. در امور طلاق انسان نهایت باید محتاط بوده باشه. طلاق را وسیله بازی و مسخره قرار ندهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید 3 چیز است که انسان اگر در او شوخی هم داشته باشه، شوخی از او به راستی و جدی تبدیل میشه. از جمله طلاق ذکر کرده. و مناسب نیست انسان در هر امری و در هر کارش به زن خود طلاق قسم بخورد، یعنی زن خود طلاق بده و به او قسم بخورد به زن طلاق. و کسی دیگری حق هم نداره که کسی را به زن طلاق قسم بدهد. یه حق شرعی نیست. در طلاقهای شرعی جایی که انسان از او مطالبه میشه که قسم بخوره، هیچ طلاقی، هیچ قسمی به نام قسم طلاق یاد نشده که به زن خود قسم بخوره که زنم طلاق، من کار انجام ندادم. پس شخص دیگری حق نداره بالای شخص دیگری او را قسم بده که کار زن طلاق باشه، کار انجام داده یعنی. پس کسایی که قسم میخورن اینا هم از خدا بترسن و جانب متقابل کسی را قسم میدهن اینا هم از خدا بترسن، یعنی اموری را کارهای را انجام ندهن که در شرع وجود نداره. اما این شخصی که قسم خورده به زن طلاق، اگر او کار انجام نداده باشه زنش طلاق نمیشه. اگر انجام داده باشه و باز به زن طلاق قسم بخوره، در شکی نیست که زنش طلاق میشه.